و بالاخره نتیجه مسابقه ارمان تسروکیان در مقابل شر بولت یا دز دریایی معلوم شد. وطندارا یک مسابقه که واقعا جالب و دیدنی بود. در مصاحبهشان گفته بودن آرمان برای شر بولت گفت که تو از من ترسیدی، از گربلینگم، از پالوانیم. شر بولت در جواب برش گفت که تو آره بچه ها چهار طرف ما که میاین مرا میبینن باز پلیس زنگ میزنن که گویا ما را آزار اذیت نکنه. شر بولت برش گفت تو در یک فامیل پیسدار کلان شدی و لپ و جب. ما از همسایه ما المونیوم و چیزا را دزدی میکردم که برای خود دستکش بخرم و تمرین کنم. خب بالاخره دوستا بعد از جنجالایی که مسابقه داشت در نهایت یک مسابقه مساوی اعلان شد که نه برنده از این مسابقه شر بولت شد و نه هم ارمان تسروکیان. اما ارمان بعد از اینکه نتیجه مساوی اعلان شد واقعا خوش نبود، رضایت نداشت. کسایی که شما این مسابقه رو دیده شما چگونه پیش بینی میکنه کدامشان قوی تر بود؟ به خاطر از یکی دیگر سبمیشن نتونستن مسابقه بدون نتیجه و مساوی اعلان شد. شما طرفدار کدامش بودید؟